برابر چطوری؟ خوش اومد به ویدیو امروز. من بهتون گفتم که دارم میام کرج و اینجا آقا اومدیم یه راید مشتی بریم با بچه های مشتی کرج. ببین دیگه چقدر خفن. الان منتظرم بچه ها بیان. یادتونه حتما ویدیو رو ساب کنید، زنگولش هم بزنید. ویدیو میفرستم حتما اول نفر باشید تو ویدیو. کرجمون امیر عباس اسمش و منتظریم. کجا میری؟ یکی دیگه. خلاصه این که آره وایسادیم بیاد، ما الان گوش اینجا قرار گوشیم میدون بیاد ببینیم چی بشه. همون چیه؟ برنامه اینه که فعلا امیر عباس بیاد و یه خورده توی شهر کرج بچرخیم، یه راید ریزی بریم، بعدش قراره بریم توی پارک. دو سه تا دیگه بچه‌ها میان اونجا، هم با بچه‌ها آشنا میشیم. فعلا وایسیم ببینیم امیر عباس کجاست. ببینید سلطان کیو داره میاد. آقا امیر عباس چه خبر؟ مامان کرج. بچه هوا فوق العاده سرده. چی؟ آره دارم میگم هوا سرده خیلی. بنزین نداره. اینا داشته. بزن. بنزین زدیم، گفتیم بریم یه پارک چند تا چالش بگیم ببینیم چی میشه. ببینیم گرفتیم. آروم. موتورم تازه شد، محض اطلاعات. شانس ما که بارونی هم گرفت. موتور تازه بارون گرفته بعد همه تنق و مرق اینا همه کسیب. امیر عباس شسته بود، اینا همه کسیب شد رفت. می‌خواستیم بریم پارک، حالا ببینیم میتونیم چه بارون گرفته خیلی بعد. ترافیک هم که ماشاءالله تا دلت بخواد ترافیکه. ببینیم چیکار کنیم. مجبور شدیم بیایم توی کافه بشیم. لایک نشون میده. آره لایک نشون میده. بچه‌های کرج. آره بچه‌های کرج اومدن بیرون. صد نشد که بشه. حتما عزیز منی فدات بچه‌ها بیاید. امیر عباس گازش میده. گاز داده. همه بیام عزیز منی خداحافظ. حالا امیر عباس هم رفت. خب خانواده ما برگردیم بریم پل هوایی بریم اون و بریم سمت خانه. یادتون نره ویدیو رو ساب کنید چون انرژی میدید. هنوز داره صداش تا اینجا بیاد. دوستتون دارم. خداحافظ.